سوال دیگری این دوستمان درباره برادر عزیزمان شراف‌الدین گدایف است که ایشان گفته است که بعضی مقاله ها و مطلب هایی که از نام ایشان در رسانه ها نشر می شود خیلی با اسلوب خوب و با زبان خوب روسی نوشته شدند، به خطا، با سوادانه، اما ایشان در ورشو سخنرانی کرد که سطح زباندانیش موافق با اون مقاله‌ای که از نام ایشان نشر می شود نیست و سوال کرده است که چونین ساختکاری ها تا کی ادامه دادنی هستید؟ آیا مؤلفان اصلی خودشان تا کی در پس پرده پنهان شدنی هستند؟ شاید منظور دوستان این است که کسی برای شراف‌الدین گدایف برآمد می نویسد و از نام ایشان نشر می شود. باید بگم که برادر عزیزمان شراف‌الدین گدایف واقعا هم شما دیدید سخنرانی ایشان را، برآمدهای بدون کاغذی ایشان را، درست گاه احساساتی میشن چون این خصلت هر یک مبارز هست، اما در عموم خیلی صحبت‌های منطقی و صحبت‌های با دلیل دارند. درست است که نه تنها ایشان، همه ما در مسئله زبان روسی مشکلات داریم، گاه با اکسنت، با لکنت صحبت میکنیم، بالاخره ما که از مادر با زبان روسی تولد نشدیم. خودی منم گاه در تلفظ کلمه ها مشکلی دارم، وقتی که مقاله هایم را به زبان روسی یا سخنرانی ها را خودم به زبان روسی می نویسم، حتما از یک دوست دیگر که زبان روسی را از من بهتر میداند خواهش میکنم که قلم بزند و شاید کمبودی های دارد که حتما دارد اصلاح کند و این هیچ بدی هم ندارد. اگر برادرمون شراف‌الدین گدایف سخنرانی میکند یا مقاله می نویسد بعد از کسی خواهش میکند که اصلاح کند، این یک امر ضروری هست، بلکه مثبت هم هست. این بهتر است از آن که با همون اشتباه ها اونا برای نشر بدهد. اما بیاد اگر میخواهید که واقعا شما سطح سوادناکی شراف‌الدین گدایف رو مقایسه کنید، من یک پیشنهاد میکنم به شما دوستی عزیزم، بیاید با تک تک وزیران حکومت امروزه جمهوری تاجیکستان، حتی با رئیس جمهور یک بحث صحبت تشکیل کنید، شراف‌الدین چه با زبان روسی و چه با زبان تاجیکی صحبت کند و وزیران شما هم بیاید صحبت کنید. ببینید که سطح نه تنها شراف‌الدین گدایف بلکه هر یک اعضای شورای پیمان ملی تاجیکستان، من را کفالت میدهم از بسیاری وزیران شما، حتی از رئیس جمهور هم بالاتر هست. رئیس جمهور را که وقتی که برآمدهایش رو می نویسند چه روسی و چه تاجیکی، خیلی وقتی که میخواند دیگر معلوم است که جمله از لحاظ نحو و صرف و گراماتیک درست است، اما همون ورقا را از پیشش بگیرید و بارها هم شاهد هستیم چه به زبان روسی اون طرف است به زبان تاجیکی 4 جمله درست و کامل رو تلفظ کرده نمیتونه و چقدر در رسانه ها در شبکه ها باعث مسخره و باعث طنز و شوخی مردم شده ایستاده است و هم روسی هم تاجیکیش. وقتی که یک رئیس جمهور که 27 سال پرزیدنت یک کشور است به این سطح گپ میزند، شراف‌الدین ما که حالا نه وزیر است نه رئیس جمهور است، تازه چند سال است که به صحنه سیاست قدم گذاشته است، اگر اشتباهی کرد در صحبتش این قابل تحمل حمل و قابل پذیرش است. ان شاء الله من باور دارم که این برادر عزیز ما در آینده به یکی از سیاستمدارهای سطح اول کشور تبدیل خواهد شد، از اون جمله دیگر برادران و دوستان جوانی که هستند که قدم‌های اولی خود را دارند میگذارند.